سلام، میخوام بهتون کشیدن مژه رو توضیح بدم. ما برای کشیدن مژه نیاز داریم به خطوط دو سرنازک، یعنی خطوطی که نوکشون تیز و محو باشه. برای کشیدن مژه از لثه چشم شروع میکنیم. جایی که مژه رشد میکنه هلال میکشیم و دستمون رو به سمت بیرون پرتاب میکنیم. مژه اگه روی چشم معمولی روی تصویر دقت کنیم جهت‌های مختلفی رفته، سمت راست، وسط و چپ. ما باید هر دست مژه رو به همون سمت خودش بکشیم تا مژه طبیعی‌تر و زیباتر به چشم بیاد. مژه ها معمولا دسته‌ای هستن، یعنی از جایی که رشد میکنن جدا جدا و از نوک به همدیگه متصل میشن. حالا برای کشیدن مژه باز هلال به سمت بیرون پرتاب میکنیم. دستمون رو جای رویشگاه مژه میذاریم، هلال میکشیم و به سمت بیرون پرتاب میکنیم و حتما به صورت دستی میکشیم. حالا این مابین ممکنه که چند تا تار مژه تک باشن یا جدا جدا رفته باشن.